یه مطلب خیلی ساده ای رو میخوام امروز براتون بگم که باور کنید در شرایطی که فکر میکنید که میدونیدش و مسلطید بهش و یکی از بدیهیاته، به شما قول میدم که حداقل یه چیز توش وجود داشته باشه برای اینکه یاد بگیرید و اون تفاوت بین من مشاور مهاجرت و شمایی که قصد داری مهاجرت بکنی رو مشخص میکنه. کسی که مهاجرت کرده میتونه تایید بکنه که این اتفاقات براش افتاده و اینجوری به مسئله نگاه کرده تا تونسته مهاجرت بکنه. بنابراین حواستو شیش دنگ بکن و با صبر و حوصله تا آخر ویدیو رو ببین. سلام، سرامی هستم و این یه ویدیوی دیگه از کانال با منه. اجازه بدید مطلب رو اینطوری شروع بکنم. یه نفر مراجعه میکنه به یک مشاور مهاجرتی و میگه من قصد مهاجرت دارم. خب اول یه سری اطلاعات ازش باید گرفته بشه و بر اساس این اطلاعاته که اون مشاور میتونه جمع‌بندی بکنه که این آدم میتونه مهاجرت بکنه یا نه. ولی این اطلاعات یه اطلاعاتیه که کسی که قصد مهاجرت داره فکر میکنه اطلاعات درهمیه، یه جنگلی از اطلاعات، چیزهایی که خودش فکر میکنه مهمه. تحصیلاتم انقدره، انقدر پول دارم، انقدر سابقه دارم، انقدر سن و سالم، تحصیلات همسرم انقدر، بچه هم سن و سالشون انقدر، سنم انقدر. کلن اطلاعاتی که مهاجرها دارن بر اساس اون فرم ها و امتیازبندی های تعیین شده توی مهاجرت برای کانادا و استرالیاست که به صورت جسته گریخته و بدون اینکه دقیقاً متوجه بشن که این چیزها چه ربطی به هم دارن فکر میشه بهشون و بیان میشه. ولی امروز میخوام به صورت آکادمیک و منطقی برای شما در مورد اینکه چه چیزهایی رو باید داشته باشید تا مهاجرت بکنید صحبت بکنیم. وقتی که شما مراجعه میکنید به یک مشاور مهاجرتی، یک مثلث توی ذهن مشاور وجود داره که شما باید اون مثلث رو، سه ضلع مثلث رو براش پر بکنید تا بتونه تصمیم بگیره که شما میتونید مهاجرت بکنید یا نه و حالا بر اساس این مثلث تصمیم میگیره که شما به کجا میتونید مهاجرت بکنید و با چه شرایطی و چه روش مهاجرتی برای شما مناسب تر. سه ضلع این مثلث اینه: یکیش پول، یکیش بک‌گراند و یکیش زبان. این رو به شکل یک مثلث ببینید که هر کدوم از اضلاعش یکی از این پارامترهاست تا یکی یکی برای شما توضیح بدم داستان رو. اولیش رو بپردازیم به پول. ساده ترین مطلب اینه که خب به هر جهت شما با جیب خالی صفر نمیتونید مهاجرت بکنید. این مهمه که شما بتونید هزینه های مهاجرت خودتون رو پرداخت بکنید. حالا بعضی وقتا هست که شما از وکلا یا مشاورین مهاجرتی استفاده میکنید، یک هزینه یا یک کمیسیونی رو اینها از شما میگیرن برای اینکه کارهای شما رو انجام بدن به نیابت از شما. ولی اگر خودتون هم بخواید انجام بدید، یک هزینه هایی هست که باید پرداخت بکنید. به صورت عوامانش اینه که شما اگر پول بلیط هواپیماتو نداشته باشی نمیتونی بری یک کشور دیگه. حالا این هزینه ها میتونه شامل هزینه های اپلای باشه، میتونه شامل هزینه های سفارت باشه، میتونه شامل هزینه ثبت نام توی یک دانشگاه، توی یک آکادمی یا چیزهای مشابه این باشه، میتونه هزینه ثبت شرکت باشه، میتونه هزینه باز کردن حسابهای بانکی و مانده حسابهای بانکی لازم باشه. همه اینها یک مینیمم هزینه هایی که شما اگر نداشته باشی نمیتونی به مهاجرت فکر بکنی. خبر خوب در مورد این ضلع مثلث اینه که خب این هزینه ها معمولاً اونقدرها زیاد نیست که با وجود وضعیت بد اقتصادی ایران هنوز هم ایرانی ها قادر به پرداختش نباشن. به هر جهت یک مقداری فشار میاره ولی میشه پرداختش کرد. حالا در انتهای ویدیو عرض میکنم که چرا. ضلع بعدی این مثلث بک‌گراند یا سابقه کاری. وقتی میگیم سابقه کاری منظورمون اینه که ما انسان ها توی جهان مدرن
هویت نداریم. یعنی یک شخصی که توی یک کشور جهان سومی به دنیا اومده و حالا به ضرس این که توی یک کشوری به دنیا اومده شناسنامه اونجا رو هم داره و پاسپورتشو داره، توی دنیای مدرن بی هویت شناسایی میشه. هویت ما جهان سومی ها در کشورهای مدرن با کاری که انجام دادیم روی این کره خاکی مشخص میشه و دیگران نمیتونن بفهمن ما چه کاری رو انجام دادیم مگر اینکه ما بتونیم روی کاغذهای رسمی و اداری بهشون نشون بدیم که ما این کار رو انجام دادیم. خیلی وقتها یک نفر 30 سال، 20 سال، 10 سال توی یک زمینه فعالیت کرده، ولی چون توی بازار آزاد بوده، حتی بیمه هم نداشته، هیچ مدرکی هم از روند کاریش نداره، اثبات اینکه این مدت رو توی این زمینه کار کرده عملاً ممکن نیست. چون این امکان برای ما ایرانی ها فراهم نیست که در یک کارگاهی از طرف اون کشور یک نماینده حضور پیدا بکنه و ما بهش نشون بدیم که توی انجام یک کاری چقدر تبحر داریم. وقتی که ما نمیتونیم مهارتمون رو توی یک کاری نشون بدیم، نیازمند این هستیم که اسناد و مدارکی رو داشته باشیم که اون اسناد و مدارک به صورت رسمی و از طرف یک مرکزیت و موجودیت رسمی بتونه اعلام بکنه که ما اون تخصص رو داریم. حالا این مرکزیت میتونه سابقه بیمه مرتبط باشه، این مرکزیت میتونه یک مدرک دانشگاهی باشه، این مرکزیت میتونه یک سری پنل های تبلیغاتی باشه که ما تو طول سال برای خودمون تولید کردیم، میتونه کنفرانس هایی باشه که ما تو شرکت کردیم، میتونه انجمن هایی باشه که ما توش عضو بودیم، میتونه مشاوره هایی باشه که ما به صورت مکتوب توی اینترنت یا روی کاغذ به دیگران دادیم و دایره وسیعی داره، ولی باید به یک نحوی از یک مسیر رسمی ما اثبات بکنیم که سابقه داریم. در نهایت ضلع سوم این مثلث زبانه. یک نگاهی رو اگر بندازید به کسانی که قصد مهاجرت دارن و موفق نشدن مهاجرت بکنن، بینشون کسی رو نمیبینید یا حداقل خیلی کم میبینید کسانی رو که به یک زبان دیگری مسلطن و نتونستن مهاجرت بکنن. غالب کسانی که یک زبان دیگر رو یاد میگیرن موفق میشن به اون کشور مهاجرت بکنن. اگر شما یک معلم زبان آلمانی در ایران میبینید که نتونسته به آلمان مهاجرت بکنه، مطمئن باشید دلیلش این نیست که یک مانعی بر سر راهش بوده که نتونسته باش مهاجرت بکنه. مطمئناً یک دلیل شخصی برای مهاجرت کردن نداشته، یا مادر پیری داشته که مجبور بوده ازش مراقبت بکنه، یا یک دلیل اجتماعی دیگه. وگرنه هر کسی که تونسته زبان یک کشور دیگه، چه آلبانی، چه ایتالیایی، چه انگلیسی رو یاد بگیره در حدی که به راحتی صحبت بکنه، به قول انگلیسی‌ها فلوئنت حرف بزنه، تونسته مهاجرت بکنه و یک مسیر مهاجرتی برای خودش داشته. در مورد اهمیت یادگیری زبان ویدیوها ساختم، لینک یکی دوتاشو میذارم این بالا براتون، امیدوارم که ببینیدشون و توجه کنید بهشون. ولی خاطرتون باشه این یکی از سه ضلع مثلث مهاجرته. یعنی اگر که این مثلث یکی از ضلع‌هاش نباشه، شما عملاً پرونده مهاجرتیتون لنگ میزنه و خیلی سخت بشه به یک فرجامی رسوندش. حالا چرا میگم نشد نیست و خیلی سخته؟ به خاطر اینکه این مثلث توی یک بالانسی باید باشه. فرض کنید که این مثلث یه مثلث قائم الزاویه باید باشه، یعنی تمام اضلاعش با هم برابر باشه. حالا اگر که شما به هر نحوی یکی از این اضلاع رو کوچیک‌تر کردید، باید بتونید اضلاع دیگر رو بزرگتر بکنید. اگر سابقه کمی دارید، میزان پولتون باید بیشتر باشه. اگر زبان کمتره، سابقتون باید بیشتر باشه. در هر حالت این سه ضلع مثلث باید به یک شکلی مجموعشون به یک تعادلی برسه. مجموع زاویه های این مثلث باید بشه 180 درجه. ولی میشه یکی از اینها رو کمتر کرد و یکی دیگر رو بیشتر کرد. این که اول ویدیو عرض کردم که میشه با پول کمتر هم مهاجرت کرد، به خاطر اینکه شما میتونید با افزایش طول
اضلاع دیگر این ذل رو کوتاه‌تر بکنید. یعنی میتونید با یادگیری سطوح بالاتری از زبان و ارائه مدرک زبان بالاتر این هزینه ها رو به شدت کاهش بدید. تفاوت داره یک شخصی که میخواد برای دانشگاه شرکت بکنه توی کشور دیگه و زبان بلد نیست با کسی که زبان بلده. طبیعتا کسی که زبان بلد نیست هزینه های کالج رو هم باید پرداخت بکنه و باید نشون بده که پول بیشتری داره برای اینکه این هزینه ها رو پشتیبانی بکنه. ولی کسی که زبان بلده از این گزینه میتونه راحت‌تر رد بشه. در نتیجه توی هزینه ها خیلی میتونه صرفه‌جویی بکنه و به همین ترتیب هم توی ویزاهای مهاجرت نیروی کار متخصص، توی ویزاهای سرمایه گذاری هم این قانون صدق میکنه. هر آنچه که شما بک‌گراند بیشتری رو بتونید نشون بدید، میتونید اضلاع دیگر رو کوچیک‌تر بکنید. پول بیشتر، اضلاع دیگر، و به همین ترتیب زبان کاملتر، اضلاع دیگه کوچیک‌تر. حالا وقتی یه نفر از من مهاجرت میخواد، من یک مثلثی رو توی ذهنم ترسیم میکنم و شروع میکنم وابسته به داده هایی که ایشون به من میده این مثلث رو تکمیل کردن. شرایط خودش، شرایط همسرش، شرایط بچه ها، شرایط مالی، شرایط زبان همه خانواده، همه اینها رو بررسی میکنم و به مرور زمان و با تجربه متوجه شدم که وقتی که این مثلث رسید به 180 درجه، حالا شکل این مثلث تو کدوم روش مهاجرتی جا میگیره. این اون چیزیه که تو تمام ویدیوهایی که توی کانال گذاشتم در موردش حرف زدم. یعنی اگر شما ویدیوهای کانال رو ببینید متوجه میشید که همه ویدیوها حول محور این مثلثه، چیز دیگری وجود نداره جایی. یعنی اگر کسی به این نتیجه رسید که میتونه برای شما جادو بکنه، احتمالاً اون شخص کلاهبرداره. اینکه یک نفری هست توی یک سفارتی که برای شما ویزا در میاره، اینکه یک نفری هست که میتونه برای شما مدرکی رو جور بکنه که باهاش برید ویزا بگیرید. و همه ما داستان کلاهبرداری های مهاجرتی و پول هایی که این وسط به خاطر این جادوها از بین رفته و از بین میره همچنان رو شنیدیم و همچنان هم داره اتفاق میفته. اگر که به موضوعات مهاجرت و مسائل زندگی ایرانی ها بیرون از ایران علاقه‌مندی، فراموش نکن که توی کانال سابسکرایب بکنی از دکمه سابسکرایب پایین همین ویدیو و با لایک کردن این ویدیو یا دیسلایک کردنش و گذاشتن نظرت در مورد ویدیو توی کامنت ها هم کمک میکنی به من که متوجه بشم که ویدیوها برای شما مفیده یا نه و روند ویدیوها مناسبه یا نه. از اینکه تا انتها با من بودی ازت سپاسگزارم. اگه قصد مهاجرت داری با من باشی.